ایرو بالا فرنشرین دولتین هوالبند ایشی باجار گریسپی و دورا کوبانه کرد. جالی که دن و چکدارن رخصنا دولت اسلامی داعشی 8 توپ لباجار کوبانه دانه. روانگاه سوریه یا مافی مروان را گهاند که ایرو چکدارن رخصنا داعش یا تندرو جالی روچلات هرما کوبانه و 6 توپ لباجار کوبانه دانه. گود انجام دا ولاتیک هات کشتن و 7 دن بریندار بون. که 2 جوان و گوهستن ترکیه جبر برین وانین گران. هر وها جالی باکور و جیر خسنا نافبوری 2 توپ لباجار کوبانه دانه به که تو زیانان بده. هر وها بالا فرنشرین دولتین هفیمانیه ایروجی گندینت الغزال و قشله و تعلقه و جعده و مزرع صوفیان و تلجبیل کوبانه بومبا باران کرد. گود انجام ده چند کس هاتن بریندار کرن. جالی کدن و سرکردایتیان آوندی یا هزین امریکی ده دخویانیه که در آگهاند که بالا فرنشرین دولتین هفیمانیه 7 پیگهن داعش ین نیزی که باجار کوبانه بومبا باران کرد. کوان بالافرا آواهیک و 2 اتومبیلن داعش ین لشکری جو خواره کربون آرمانج. جالی کدن و بالافرین دولتین هفیمانیه ایرو صبح ایریشی باجار گریسپی یا کود کول پارزگاه رقای جی کرن. لگوری چالکوان میدانی لباجار گریسپی کوان بالافرا کامپا پرورده یا بناوه الزرقاوی و چند کلگهن بترول جو خواره کربون آرمانج. تزانین که روزا پنجشنبه و اینا بوری جی بالافرین دولت هفیمانیه 12 پیگهن بتروله لپارزگاه درزوره بومبا باران کرد تا چافکانیین رخستن یا دارایی تک بده. هجای امبیر بینن که او نجاره یکیه که بالافرین دولتین هفیمانیه ایریشی دورا کوبانه دکه که 2 دمجمر 6 صبح دیسا بالافرین شرین امریکی چپرین داعش لگندین علی شار و مرد اسمیل و گنده سیتل په لنیزی که باجارو که شیران بومبا باران کرد. جبو برنامه آر حلب چه سعدون